یه بارم شده ترشی لیتت رو با آبقوره درست کن. مطمئنم عاشق این ترشی شمالی میشی. مزهش تقریبا مثل ناز خاتونه، اما روش تهیه‌اش یه کوچولو فرق داره. مطمئنم خیلی دوستش دارین. حتما سیوش کنید و بریم درستش کنیم. هویج و گل کلم و از دندونه درشت چرخ گوش رد میکنیم یا توی میکسر میریزیم. میتونین چند شاخه کرفس هم بهش اضافه کنید. فقط یادتون باشه خیلی نباید میکس و خوردش کنیم. سبزیای معطرم به همراه سیر چرخ میکنیم و بادمجون هایی رو که کبابی کردیم هم یا ساتوری میکنیم یا چرخشون میکنیم. حالا توی یک ظرفی همه موادمون رو با هم ترکیب میکنیم و ادویه هایی که توی کپشن نوشتم و بهش اضافه میکنیم و آب قوره‌ای که گذاشتیم جوشیده و در موردش توی کپشن براتون توضیح دادم و بهش اضافه میکنیم. غلظتش رو میزان میکنیم و ترشیمون همون لحظه هم قابل استفاده است، اما برای اینکه مزه به خورده هم بره میذاریمش کنار تا چند روزی بگذره و خوشمزه تر بشه. این پستم بفرست برای اونی که با خوردن سرکه مشکل داره و این ترشی رو درست کنه و لذت ببره. نوش جان.